خط نقره‌ای. انفجار رخ داد، بارمون رو تخلیه کرده بودیم، انفجار رخ داد، الان ماشینامون نابود شده، تا ماشینمون نابود شده. ما 150 میلیون تومان قسط داریم. این وضعیت درآمد و وضعیت گرونی از چند روز پیش از تاریخ ششم امروز هم 9 یا 10 همینجوری الله گرفتار. هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس پاسخگو نیست. 10 روز 3-4 روز ما میایم تو محوطه اسکله دنبال کاروبار و هر کی مراجعه میکنیم هیچ کس اصلا جوابمون درست حسابی نمیده. همه جواب سر بالا میدن. انگار تقصیر راننده کامیون انفجار رخ داده به هر کی هر چی میگه. از اون طرف هم رفتیم بیمه، کارهای بیمه پاسکاری میکنن، از بیمه میده اسکله، از اسکله ما میریم گارد، از گارد میریم درمانگاه، از درمانگاه میریم بعد. این وسط هنوزم هیچ کاری انجام ندادیم. یه شیشه بخوایم برای ماشینمون بندازیم، ماشینو ببریم آقای صافکاری جایی کاری انجام بدیم. اصلا هیچ کس نه جوابگوه. چیز خروج ماشین نمیدم بهتون میگم. اصلا اگه خروج کنه ماشینو تکون بدیم بیمه زیر بار نمیره. شیشه هم نداره. بعد از استان کرمانشاه میایم 1800 کیلومتر 1500 کیلومتر فاصله هستیم. الان ماشین زیر بار اصلا بار خالی نمیشه. جا حقیقت رفتیم خودمون الان خونه اجاره کردیم تو. نه خونه نه آبی 3 روز 2 روز که اینجا میدان بود. پدرم ترکش تو سرش خورده. داخل اون محیطایی که آلوده است نمیتونیم ببریمش. ترکش تو سرش خورده. چند تا بچه خورده. تازه دیشب از بیمارستان مرخص شد. بیمارستان کجا مرخص؟ بیمارستان شهدای ارتش بوده. بعد خسارت احتمالی ماشینتون رو خسارت احتمالی ماشینم اصلا نابود شده. ماشین من حدود 6 میلیارد قیمت کله ماشینه به اندازه شاید 5 میلیارد بهش خسارت وارد شده. فقط شاسی ماشین سالم مونده و سلام. اتاق ماشین نابوده. داخل ماشین نابود.